به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. ماه رمضان که در آن قرآن نازل شده است برای مردم سراسر هدایت و بیان راهنمایی و تمایز حق و باطل است. پس هر کس که توفیق رسیدن به این ماه را داشت روزه بگیرد و هر کس که بیمار و یا مسافر بود آن تعداد که نتوانست روزه بگیرد در روزهای دیگر روزه بدارد، زیرا خداوند بزرگ می‌خواهد بر شما آسان بگیرد و سخت گیری نکند تا این ماه را به سلامت و برکت پایان برید و خداوند بزرگ را از این که راه آرامش را به شما هدیه کرده است به بزرگی یاد کنید، شاید که به مقام شاکران نائل شوید.